سام هیچ فرزندی نداشت و از این بابت غمگین بود. نگار پریرخی در شبستانش بود که از او باردار شده بود و بالاخره بعد از مدت درازی امید به داشتن فرزندی داشت. پس از گذشته ماه پسری به دنیا آمد، زیباروی چون خورشید، گیتی فروز، ولیکن تمام موهایش سپید بود. وقتی این پسر به دنیا آمد کسی جرأت نکرد به سام خبر زاده شدن چنین فرزندی را بدهد. بالاخره یکی از دایگان که از بقیه شجاع‌تر بود نزد سام رفت و خبر بد نیامدن فرزندش را به او داد و گفت کودکی زیبا رو و سیمین تن به دنیا آمد و تنها عیبش سپید بودن مویش است، پس ناراحت مشو و ناسپاسی مکن. سام رفت و فرزندش را دید، کودکی سپید مو با صورتی سرخ. پس یک سر از جهان ناامید شد و از ترس سرزنش مردم فرزندش را به کوه البرز که سیمرغ در آن لانه داشت برد. روزی سیمرغ برای تهیه غذای بچه خود به پرواز درآمد. بچه شیرخوار گریانی را دید، پایین آمد و او را برگرفت و به لانه خود برد. پس خداوند مهر بچه را در دل سیمرغ نهاد و او مایل به خوردن بچه نشد. کسی را که یزدان نگهدار شد چه شد گر بر دیگری خوار شد. صدایی به سیمرغ رسید که این کودک را نگهدار که از پشت او پهلوانان و دلیران به وجود می آیند. وقتی کودک بزرگ شد و آوازه او به همه جا رسید، شبی سام در خواب دید که سواری به نزدش آمد و از فرزندش مژده داد. پس وقتی بیدار شد موبدان را خواند و خوابش را تعریف کرد. بزرگان گفتند تو کار بدی کردی، بچه گناهی نداشت، پس حالا به جستجوی او بپرداز. سام به کوه البرز رفت و تا شب گشت. شبانگاه به فکر خواب افتاد. در خواب دید که در کوه هند درشی بلند شده است. غلامی خوب رو پدیدار شد با سپاهی که از پشت او می آمد و در طرف چپش یک موبد و در طرف راستش خردمندی نامور بود. یکی از آن دو مرد نزد سام آمد و گفت ای مرد ناپاک، رأی تو از خدا شرم نکردی؟ اگر موی سپید بر مرد عیب است، پس تو از همه معیوب تر هستی. به سرگر به نزدیک تو بود خار مرا هست. پرورده کردگار وقتی بیدار شد نگران بود، پس به کوهی نگاه کرد که سر به فلک کشیده است و سیمرغ بر روی آن لانه داشت و جوانی هم قیافه سام در اطراف آشیانه سیمرغ بود. پس خوشحال شد که فرزندش زنده است و از خداوند به خاطر یک کارش پوزش خواست و ایزد پوزش او را پذیرفت. سیمرغ که سام را دیده بود به پسر سام گفت من دای تو هستم و نام تو را دستان زند گذاشتم، چون پدر با تو با دستان با مکر رفتار کرد، ولی حالا پدرت دنبالت آمده بهتر است نزد او بروی. جوان ناراحت شد، پس به سیمرغ گفت من فقط سپاسگزار تو هستم و آشیانه تو خانه من است، با دو پر تو برای من تاج شاهی است. سیمرغ گفت اگر تاج و سرای پدرت را ببینی دیگر این آشیانه به دردت نمیخورد. من دوست دارم تو پیش من باشی، اما برای خودت خوب است که آنجا بروی. پری از من همیشه همراهت باشد. هرگاه سختی با ناراحتی برایت به وجود آمد پر من را بسوزان، من فوراً ظاهر میشوم و کمکت میکنم. سپس سیمرغ او را به نزد پدر برد. سام خوشحال شد و از سیمرغ تشکر کرد و به فرزندش گفت که از این به بعد هرچه بخواهی همان خواهد شد و همه چیز من از آن تو باد. سام پسر را زال نامید. سپاهیان یک سر نزد سام می آمدند و تبریک می گفتند. منوچهر شاه از موضوع با خبر شد. او دو پسر داشت به نامهای نوذر و زرس. پس به نوذر گفت که به سوی سام رود و چهره دستان سام را که می گفتند در لانه سیمرغ پرورش یافته را ببیند و از طرف شاه به سام تبریک گوید و او را به نزد شاه دعوت کند. وقتی نوذر نزد سام رسید نوجوان پهلوانی در کنارش دید. پیامه شاه به سام داد و سام نیز شتابان خود را به درگاه شاه رساند. منوچهر به سام گفت که این پسر همتایی در جهان ندارد، حسب او راه و روش رزم و آیین شاهی بیاموز و او را با هنرها و علوم آشنا کن. منوچهر شاه به موبدان گفت تا ببینند که طالع زال چیست. آنها گفتند که او پهلوانی نامدار و سرافراز و هوشیار خواهد شد. شاه شادمان گشت و خلعت و اسب و شمشیر و دیبا و زر و غلامان رومی زیادی به او هدیه داد و شهرهای کابل و دنبر و مای و هند از دریای چین تا سند و از زابلستان تا آن طرف بست را به او داد. پس از بازگشت سام هنرهای شاهانه را به او آموخت و به موبدان گفت شاه از من خواسته لشکر به سوی گرگساران و مازندران ببرم، پس این پسر نزد شما به امانت باشد. به او علم و دانش و هنرهای مختلف را بیاموزید. سپس به زال گفت
بدان که زابلستان از آن توست و جهان، سر به گوش فرمان تو نهادند، با کلید گنجها هم در اختیارت است. ساخته شده با افتخار در استودیو کینگ انیمیشن.